دا سریال خپرونې په دوام سره بیا هم ښه راغلاست. نو که ستاسو په یاد وي موږ خپل په لومړیو خپرونو کې تاسو ته یو څه ویلي وو چې موږ به هڅه کوو خپل د ورځې چې څومره کتاب لولو په هغه اړه به تاسو ته ریپورټ درکوو. خو زه نن د سمیر جان څخه غواړم دا وپوښتم چې د دو وختونو مو څو کتابونه لوستي؟ من کتاب نخواندم دیشب و روز به خاطر زیادن سشنون در جیران هستین که یک کمی از وقتی که یک سفر داشتیم پس آمدیم کارا بی‌نظم شده و در پالیش چندون ساعت ما خوب نیست. از همین خاطر بیننده عزیز وادان صاحب دری وقتا زیاد کتاب میخوانم برای خود ما بکشن. ما تقریبا 15 کتاب لوستی دي لکه څنګه چې تاسو سره وعده کړې و. نو هڅه کوو چې دا کتابونه همدغسې لولو. موږ سره میلمه سته عطاالله ذاکري د حقوق او علوم سیاسي محصل چې هم کتاب ډېر لولي او هم محصلانو ته ډېر احترام لري. د نړیوالې ورځې په مناسبت مو راغوښتی دی. ذاکري صاحب ډېر ښه راغلاست سریال خپرونې ته. عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله. حضور شما و حضور شنوندگان و بینندگان بزرگوار شما. ډېر مننه قربت. ډېر ښه راغلاست. ذاکری صاحب روز درجه و شما هم مبارک باشه. تشکر میکنم. به شما مبارک باشه. ماشاءالله مراحل مختلف از سپری کرده میرین. ممنونتم. پروردگار شما را موفق داشته باشه. موږ د وریانس په خبرونه کې تل پوښتو چې تاسو معمولا په وروستیو پوښتنو کې پوښتو چې څومره کتاب لولئ. نن هم زه غواړم تاسو وپوښتم چې څومره کتاب لولئ، چقدر کتاب میخوانید؟ چقدر کتاب مطالعه کردین یا هم میخوانید هر روزانه؟ خب طبعا کتاب جزء لاینفک از زندگی انسان است. ما با کتاب تولد میشویم، با کتاب زندگی میکنیم و با کتاب میمیریم. نظر به مصروفیت ها کم مطالعه میکنم اما کتاب های پانتون خوب میخوانم. ماشاءالله. الحمدلله. پروردگار شما را موفق داشته باشم. بیاین مشنویم ذاکری صاحب از شما در دوره تحصیل چی روزها را سپری کردین؟ خب در دوره تحصیل برای یک محصل زیاد خوبی ها رخ میده و همچنان مشکلات و چالش های فراروی محصلین نیز وجود می آید. از خوبی ها یافتن دوستان جدید است، تجربه یک دنیای جدیدی از زندگی است، رفتن به کلاس درس است و استادان جدید را، مفاهیم جدید را فهمیدن است و چالش ها فقر، تنگدستی، بیچارگی و همچنان مشکلات زیادی دیگری انسان تجربه میکنه. یعنی انسان در یک مرحله از تکمیل کمال خود قرار میگیره و آهسته آهسته داره اما مسیر خود را میپیماید در داخل دانشگاه یا پانتون. مسیر پرخم و پیچ. پرخم و پیچ یقینا. به یک انتهای نامعلوم. نه انتهای معلوم. در افغانستان نامعلوم. در تحصیل وقت ما در بود تحصیل صحبت میکنیم هر تحصیل نتیجهش معلوم است. و لیس الانسان الا ما سعی. وقتی شما تلاش میکنین، رنج میکشین، زحمت میکشین، شما به حقیقت میرسین. هر که جدی کرد در جدی رسید. مرغ راحت به باغ گنج پرد. مرغ راحت به باغ گنج پرد. اما تو یک شعر از سعدی علیه رحمه است. هر کی جدی میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، رنج میکشه و نتیجه خود را حتما در میابه و خداوند ضایع نمیکنه نتیجهش. و مسیر تحصیل یک مسیر زحمت کشی رنج است. گرچند با چالش هایی که در دنیای ما و خصوصا در کشور ما وجود داره برای محصل، اما ما باورمند هستم که تلاش و زحمت جایگاه خود را هیچ وقت گم نمیکنه. مسیر خود را پیدا میکنه. دقیقاً. نقش نهادهای تحصیلی برای آماده سازی زمینه‌های رشد تحصیلی برای محصلین چقدر مهم میدانید شما؟ سوالتان را میشه دوباره نهادهای تحصیلی چقدر مؤثر است برای توسعه جامعه و همچنان برای پیشبرد ما از آغاز زندگی حتی از نظر دینی و از نظر انسانی و غیر دینیش و از همه ابعاد کلی‌ترین مفهومی که ما میاییم درش میچرخیم این از دانش است. حتی پیامبرای خدا خود را به عنوان معلم معرفی میکنند و خدا پیامبرای خود را و خصوصا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در اولین روزهایی که دانشجوی مکتب جبرائیل است با کلمه بخوان مخاطب قرار میده. یعنی در جامعه‌ای که فقر، بدبختی، انواع جنگ‌های قبیلوی، ربا، سود و فحشا و منکرات زیادی وجود دارد، برای پیامبرش نمیگوید که سلاح بردار، نمیگوید که بجنگ، نمیگوید دیگران را به جان هم بینداز، نمیگوید که از فلان کار شروع کن. شاید راه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما اساساً خداوند پیامبرش را با کلمه خواندن مخاطب قرار میدهد. یعنی ما برای رفتن از یک
بحبوحه جنگی و یک فضای بدبختی به فضای درست انسانی مطمئنا نیازمند دانش هستیم، سلاحی به نام دانش هستیم و این دانشگاه ها طبعا به عنوان مقر سربازگیری و تعلیم سربازهای اساسی در بخش اقتصاد، در بخش سیاست، در بخش مدیریت، در بخش زراعت، در بخش تعلیم و تربیه و غیره پروژه ها از همین جا نقش میگیرد. امروز شما میبینید که در جهان که دارن مدیریت کل دنیا را میکنن از همین دانشگاه ها آغاز کردن، از همین پانتون ها آغاز کردن. امروز شما محصل هستین، فردا شما به عنوان یکی از افراد کلیدی جامعه نقش ایفا میکنین و مطمئنا سرنوشت اصلی شما دانش‌های کلیه شما آنها را تعیین میکند و او از همان دانشگاه سرچشمه میگیرد و منبع اصلی همه فعالیت‌های شما در جامعه و خدماتی که دارین برای جامعه انجام میدهین از همان پایه اولی، از همان اکادمی اولی که به نام دانشگاه یاد میشود سرچشمه و منبع میگیرد. جناب زاکری صاحب، زانو زدن پیش یک معلم یا هم یک استاد البته با اخلاص کاملش انسان را به کجاها میرساند؟ ما گرچند این سوال خیلی جالب است، ما یک امروز با پیشرفت ترین تکنولوژی دنیا روبرو هستیم. ما فاصله های دور و نزدیک را میتونیم با دیدن استادای مجازی بپیماییم و از استادان بیاموزیم، اما حقیقتا آنچه که در دنیای حقیقت وجود دارد در دنیای مجازی طبعا قابل لمس نیست و قابل احساس نیست و حتی قابل درک نمیتواند باشد. استادی که حقیقتا در پیش سانوی تلمذ زده و می نشینیم و ما با او روح خود را هماهنگ میکنیم، مطمئنا با حقیقت تر و منظم تر از است که ما از فاصله های دور در دنیای مجازی دسترسی پیدا میکنیم و از اساتید محترم میآموزیم. پس به کجاها میرسیم؟ دقیقاً این وابسته به استاد است. شما وقتی که چاپاندازی در میان یک مسابقه یا یک قهرمان المپیک میخواهد در مسابقه برنده شود، نتیجتاً به دو چیز وابسته است. اول تلاش های فردی خودی و دوم تلاش استاد. استادی که ما به صورت حقیقت در نزدش می نشینیم و درس می آموزیم به معنویت و وابستگی های به او چیز دارد. حتی پدر و مادر به عنوان نخستین معلمان جامعه نقش دارند. شما فرزندان خانواده های محترم، خانواده هایی که با رنج، با زحمت، با تقوا، با تندرستی و با همه مبارزات فکری خود در رابطه به فرزندانشان تلاش میکنند، سرانجام فرزندان آنها با موفقیت های بزرگی نائل میآیند و آینده هر ملت را همان فرزندان همون خانواده های فقرایی که با زحمت رنج و معلمی خوبی بودند تغییر دادند. سعدی شیرازی در گلستان سعدی یک حکایت داره که شعری از او یادم آمد. وقتی افتاد فتنه در شام، مردم از گوشه ها فرا رفتند. پسران پادشاه ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. حتی اگر معلم در یک خانواده خیلی دارای حشمت و جاه هم باشه، وزارت و بلند پایه‌ترین مردمان هم باشند، اما به فرزندانشان رسیدگی درستی به صورت روحی و معنوی نکنند، مطمئنا بعد از انقلابی این مسیر تغییر میکند و کسان دیگری از طبقه پایین جامعه که با معنویت رشد کردن میآیند و میبالند و جامعه را منظم تغییر میدن و در سرمنشأ زندگی انسان ها قرار میگیرن. زاکری صاحب ببخشید، چطور میتونیم که تولید علم کنیم؟ چگونه میتونیم زمینه رو تحقیق مساعد بسازیم؟ من این موضوع را خیلی جالب میبینم. من به عنوان یک محصل از همه دانشگاه ها و از همه اساتیدم گله دارم. گرچند خب مشکلات فقر و بدبختی و جنگ های خانمانسوز در کشور ما این وسایل را از ما دارد آهسته آهسته میگیرد و تمدنی و بزرگی کاشغر تا حلب و سوریه و از خلیج بنگال تا آذربایجان شرقی همه هست و بودمان را دارن از بین میبرند. ولی ما به یک نحوی داریم تولید علممون به طرف رکود میرود. شاید بسیاری ها تلاش بکنن، اما ما هنوز در همان قرون اولیه یا قرون اوستایی قرار داریم. مانند این است که ما درایوران امروز را با موتران شکسته فردا در سرک‌های پیشرفته آینده 20 سال بعد بگذاریم درایوری بکنن، قطعا فاجعه به بار میارن. ما برای تولید علم باید
به یک سلسله تلاش های نیازمند، به یک سلسله تلاش های کلی و سامانمند نیازمند هستیم تا بتوانیم بهتر و بیشتر تولید علم بکنیم. امروز در جوامعی که در غرب وجود دارد و در کشورهایی که دارند بسیار منظم حرکت میکنند، اونها روزانه به میلیون ها کتاب چاپ میشود. امروز نسل جوان ما دارد و طرف بدبختی میروند و تقریبا دارن فیسبوکی میشوند و شبکه‌های اجتماعی ما را همه ما را در نوردیده و فرا گرفته است و مطالعه رخت سفر بسته است. من دوستانی دارم در بلژیم و در کشورهای دیگری میگن اینجا اونقدر کمین بازی نیست. در هند هر دانشجو و هر فرد عادی روزانه 6 ساعت مطالعه میکند، اما در افغانستان چنین چیزی وجود ندارد. حتی ما اخبار نمیخونیم. تنها اخبار رسمی در مصر روزانه 3 بار چاپ میشود، حتی بسیاری مردم ها بی اخبار میمانند. در کشور ما نامهای جریده های رسمی کشور خود را نمیدانیم، ما نمیفهمیم، یعنی علاقه به خواندن نداریم. یک طرف تولید علم و صورت بسیار وخیم و پیش می رود و یک طرف فهم ما و نیاز ما به علم نیز به یک حالت اغما و بدبختی روبروست. پروردگار این روزگار را تغییر بده تا از این بدبختی خلاص شویم ان شاء الله. جناب ساکریس، وعده الله هست، پروردگار فرموده و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. حالا بس اخلاص است. با اخلاص اگر ما تلاش بکنیم پس حتما میرسیم به یک جایی. یقینا این که خدا میگه من قدرت را دست به دست میگردانم، خدا او را در ازل میفهمه که قدرت را دست به دست میگردانه و این خدا هیچگاه برای گلاسی که 1 کیلو آب میبرد 2 کیلو آب نمیریزد. هرگاه در گلاس یا در ترموزی که 1 کیلو 1 لیتر آب میبرد 2 لیتر بریزین او فرش را تر میکند، میریزد به زیر. خداوند هر کس را نیاز منظم با ظرفیتش برایش چیزی میبخشد. یعنی شما فکر بکنین که خدا وقتی میگه من قدرت را برای دیگران میبخشم، دست به دست میگردانم، مفهومش این است که شما را یک نوع تشویق میکند، یعنی شما امید خود را از دست ندین، دوباره تلاش بکنین و همین برمیگردد به اخلاص. و اخلاص چیزی است که انسان را از درون انسان سرچشمه میگیرد و ارتباط انسان را با هستی و با همه مخلوقات هستی و با انرژی های لایتناهی خداوند پیوسته میسازد و انسان را در مسیر حرکتش قوت میبخشد، قدرت میدهد و سرانجام به موفقیت میرساند. در محصلین مسئولیت څه دی ذکری صاحب؟ څه فکر؟ ما پیامم به محصلین و به همه برادرایی که نه مسئولیت جوانان چی است؟ ببخشید خواهش میکنم. مسئولیت جوانان چیست؟ نسل جوان به عنوان ستون فقرات هر جامعه که یک مفهوم عام است و همه تقریبا میدانیم در بحث عملیش. همیشه در طول تاریخ افرادی که خواستن مسیر جوامع را تغییر بدهند و کشورها و ملتها را به موفقیت برسانند و اساس و پایه‌گذاری برای همه زیربناهای فکری، فرهنگی، اقتصادی و روحی و معنوی بوده باشند، حتی پیامبران الهی و بزرگانی در تاریخ همه جوانان بودند. نسل جوان ما نسل خواب برده و نسل مدهوش و نسل مخمور نباید باشد. نسل جوان ما امروز به طرف اعتیاد رو آورده است و جامعه ما را اعتیاد به صورت کلی تباه میکند و نابود میکند. نسل امروز ما باید با کتاب علاقمند باشد، برای خواندن یک بار دیگر جرأت به خرج بدهند و بیاین مسیر کشور و ملت و حتی از خانواده های خود شروع بکنند تغییر بدن. این شروع می شود از خاصیت فردی انسان که انسان در اساس اول خود را میفهماند، در درون خود به واقعیت و به حقیقت میرسد، به تفاهم میرسد و بعد این تفاهم را در میان جامعه انتشار میدهد و همین انتشار آهسته آهسته بوی خوشش به مشام همه اجتماع میرسد و ما یک اجتماعی عاری از فساد، بدبختی، جنگ، محرومیت خواهیم داشت. خیلی سپاس جناب ذکری صاحب. پیامتان؟ پیام ما تاسف و مزید بابت است که باید در اول میگفتم که در کشور بدبخت ما محصلین را به توپ و به گلوله و به سنگ میبندند و جوانانی که دارن میآموزند اینها را پرپر میکنند. من از همه کسانی که در دستگاه دولتی کار میکنند خواهش میکنم و از همه برادرانی که در این مسیر هستند خواهش میکنم که نگذارند دیگر جوانان ما، محصلین ما، کسانی که مسیری جامعه در دستانشان است و آینده کشور در دستانشان است نگذارند پرپر شوند و نگذارند از بین بروند. و اینها زنبورانی اصلی هستند که شیرینی هایشان هر خانواده ای را روشن و شیرین می سازد و ما امیدوار هستم که کشور ما یک روزی به بلندای موفقیت برسد و هر محصل ما برای
کتاب خواندن ساعت ها را سپری نماید. ډیره مننه کوم محمد دوله زاکری د حقوق و علوم سیاسی محصل. تشکر میکنم. سپاس از زاکری صاحب. بینندگان عزیز، عصر هلال ادامه داره و فعلا میان برنامه داره.